سلام عزیزهای دلم، نیلوفر هستم و به کانال یوتیوب من خوش اومدین. پیج اینستاگرام نیلوفرین رو اگر نداری حتما فالو کن. امروز میخوام بهت یاد بدم که چطوری از دستگاه اسمیت استفاده کنی، جدا از اون دوتا از محبوب ترین حرکت های اسمیت که فوق العاده است برای فرم و حجم باسن رو میخوام بهت یاد بدم. لایک، سابسکرایب، کامنت یادت نره که بهم انگیزه بده بیشتر برات بذارم. مرسی که باهامی. برو بریم. اولین نکته راجع به دستگاه اسمیت اینه که بیشتر اسمیت‌ها زیرشون یه دونه استاپر دارن. این استاپر زرده که میبینی، کاری که این میکنه کمک میکنه که هر جا که بخوای این استاپر رو قرار میدی که وزنتو اونجا بذاری. خب حالا توی حرکت سومو یا ددلیفت که ما میخوایم بیشترین فشار رو توی پا باسن حس کنیم، اگر که زیر پامون چیزی نذاریم این دامنه حرکتمون کم میشه و اون فشاری که باید حس کنیم و حس نمی کنیم. پس بهت توصیه میکنم که حتما یا 2 تا پلیت یا از این استپا زیر پات بذار. حالا به کجا بذاری؟ الان دامنه حرکت من خیلی بهتر شد، پس میتونم فشار بیشتری توی پام حس کنم. حالا میخوام سومو برم. من عاشق سومو رفتم با دستگاه اسمیتم. پاهامو از عرضشونم بیشتر باز میکنم، یه دستمو از این ور یه دستمو از این ور. حالا بازش میکنم، قشنگ کمرمو منقبض کردم، کامل میام پایین، باسنم هم اومده پایین، میرم بالا، حالت سی شیپ از پشت باسنمو میکشم تو و منقبض میکنم. کاری که میخوام توی این حرکت بکنی اینه که به این شکل وقتی که برمیگردی بالا باسن خودتو بیاری جلو 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 و از زیر باسنت قشنگ منقبض کردی و به اینجا برسی. دیگه بیش از حد نندازی رو کمرت و بیاری جلو، همین جایی. پایین 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 پایین. اینو گذاشتی که دامنه حرکتت زیاد شه، پس قشنگ برو پایین پایین پایین، باسن عقب باسن عقب، بالا با باسنت. حالا اگر که میخوای حجم پیدا کنی وزنهاتو سعی کن که هر ست بیشتر کنی و به این تعداد بری. با وزنه متوسط نسبت به پایین 10 تا برو، وزنتو بیشتر کن 8 تا برو، وزنتو بیشتر کن 6 تا برو، وزنتو بیشتر کن 4 تا برو، یا روی همون 6 وایسا. حالا حرکت دوم که یکی از بهترین حرکت هاست، اسمش ریورس فراگه. میخوام بهت یاد بدم که چجوری با اسمیت ستاپش کنی. کاملا وزنه ها رو اول بردار، هیچ وزنه ای نذار که اول بتونی خودتو پیدا کنی. به شکل سخت و وحشتناک میاد ولی خیلی ساده است. استاپر رو میخوام بذاری روی پایینیه. استاپر رو بذار روی پایینیه. بنچ تو قشنگ بیار اینجا. اوکی؟ شاید نیاز باشه بیشتر ببریم عقب، ولی اول میاریم اینجا تا خودمون رو پیدا کنیم. حالا اینو بذارش اینجا، دستتو بگیر بخواب، پاهاتو به این شکل بیار، برو بالا کامل منقبض. اول بدون وزنه برو. خب میخوام پاهاتو کامل بیاری پایین، هرچی بیشتر بیاری پایین فشار بیشتر حس میکنی. سرت هم مثل من بالا نباشه، سرت پایین باشه. دوباره برو بالا، باز هم منقبض. خیلی‌ها تا اینجا بیشتر نمیان، این غلط نیست، ولی میخوام که کامل بیای پایین. میتونی استاپرتو اینجایی که میخوای بیای پایین بذاری که برات راحت بشه، ولی اصلا از این حرکت نترس، هیچ اتفاق وحشتناکی بهت نمیفته. پاهاتو قرار بده، برو بالا کامل پایین، بالا کامل بیا تا اونجا که استاپرت هست، نترس.